سلام و وقتتان بخیر. محمد اشرف غنی با مارکوس پوتزل نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد. ارگ میگوید دو طرف در مورد پروسه صلح، حالات منطقه و روابط دو جانبه بحث کردند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید نقش تمام منطقه در پروسه صلح مهم است. وی افزوده است هدف بزرگ آمریکا ایجاد یک اجماع منطقوی است و به همین دلیل به کشورهای آسیایی سفر کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید پس از خروج نیروهای خارجی ترکیه یگانه کشور با اعتماد خواهد بود که افغانستان را باثبات سازد. وی افزوده است ترکیه همکاری‌هایش با افغانستان را دوام خواهد داد. راه ترخم بر روی مریضان افغان باز شد. مقامات گفتند پس از این مریضان افغان می توانند با اسنادهایشان از این راه عبور کنند. و در 24 ساعت گذشته 86 طالب مسلح کشته و 31 تنشان مجروح شدند. وزارت دفاع ملی میگوید عملیات‌های گسترده در تمام نقاط کشور علیه طالبان جریان دارد.